سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام مهمترین و کاربردی ترین حروف اضافه انگلیسی رو بهتون آموزش بدم. حروف اضافه زمان و مکان که هستش این، آن و ات. حالا با یک روش بسیار ساده بهت آموزش میدم که به راحتی بتونی تشخیص بدی که کدومش درسته. in the morning، on the morning یا at the morning. یا چرا بعضی اوقات ما میگیم at Christmas و بعضی وقتا میگیم on Christmas day. پس تا آخر ویدیو همراه هم باش تا بتونی به درستی تشخیص بدی که از کدوم حروف اضافه در جاهای مختلف استفاده کنی. اول از همه میریم سراغ حرف اضافه این برای زمان. این یک جنرال مینینگ هستش، یعنی یک معنی کلی داره، به معنی داخل، درون. اولین مورد استفاده حرف اضافه این برای periods of time، یعنی که درباره دوره از زمان صحبت میکنیم و خیلی کلیه. مثال in the future در آینده، in the past در گذشته، in the present در حال. in the future I'd like to get married. In the future I'd like to get married. آینده میخوام ازدواج کنم. یه مثال دیگه in the past I studied hard at school. In the past I studied hard at school. توی گذشته خیلی درس میخوندم. سخت درس میخوندم تو مدرسه. دومین مورد استفاده حرف اضافه این زمانی که ما درباره years به معنی یعنی سالها صحبت میکنیم یا مثل شانس باشیم. این عبارت بیشتر در موقعیت‌های هنری مثل تئاتر یا اجرا استفاده میشه. یا میخوایم درباره دهه صحبت کنیم. برخلاف ظاهرش یه آرزوی خوبه. 70s مثال یعنی دهه 70 یا میخوایم درباره یک قرن صحبت کنیم. Amazing. In the 18th century در قرن 18. امشب موفق باشی. 1989 I was موفق باشی. Tonight امشب 1989 مخفف you در سال 1989 زمان آینده است به دنیا آمدم. Do شما انجام خواهید برای سالها، دهه ها و قرن از حرف اضافه این استفاده میکنیم. مورد سوم از استفاده حرف اضافه این زمانیه که ما درباره seasons یعنی فصل میخوایم صحبت کنیم. خیلی آسون یا مثل آب خوردن. این اصطلاح وقتی استفاده میشه که بخوایم بگیم کاری خیلی ساده و راحته. که ریشه این عبارت برمیگرده به خوردن یه تیکه که کار سختی نیست و برای همه لذت بخشه. مورد چهارم از استفاده حرف اضافه این زمانیه که ما درباره months and weeks به معنی هفته صحبت خوابیدن مثال یا رفتن به رخت خواب، یعنی در ماه جون. این عبارت این جولای در ماه رسمیه. جولای زمانی استفاده میشه که بخوایم بگیم خیلی خستم میخوام بخوابم و کاربرد روزمره‌اش زمانیه که ما بعد از یک روز کاری طولانی میخوایم بخوابیم یا آخر شب بعد از مهمانی یا وقتی که خیلی خسته به نظر میرسیم. و اصطلاح مورد آخر از استفاده حرف اضافه این زمانیه که ما میخوایم درباره parts of به معنی راز رو دادن صحبت کنیم یا افشا کردن
اطلاعات مشخص. این عبارت زمانی استفاده میشه که کسی چیزی رو که نباید بگه رو به دیگران میگه. ریشه این اصطلاح برمیگرده به یونان باستان که تو زمان برای رأی‌گیری از لوبیا استفاده می‌کردن. افراد برای دادن رأی مثبت یا منفی بعد از ظهر رو داخل یک استراحت کنن و اگه کسی تصادف دومین حرف اضافه آن برای استفاده زمان. اولین مورد استفادهش زمانیه که ما می‌خوایم درباره به معنی پذیرفتن یا انجام دادن که اشاره به کار روز داره صحبت کنیم از حرف اضافه وقتی که چاره جز انجام دادن اون نداریم. این اصطلاح زمانی به کار میره که مجبوریم شرایط سختی رو تحمل کنیم یا با چیزی دشوار کنار بیاییم. 23 July last year. پسرم در 23 جولای سال گذشته به دنیا اومد. یه مثال دیگه have to on her birthday she went to coffee shop. On her birthday she went to coffee shop. اون روز تولدش به یک کافه رفت. دومین مورد استفاده از حرف اضافه آن زمانیه که ما می‌خوایم درباره holidays کدوم یکی براتون جالب تر بود؟ تعطیلاتی که شاید شما همراه اصطلاحی بلد باشید که خواهیم صحبت کنیم با ما و اشاره به کل روز میکنه توی کامنت ها حرف اضافه آن استفاده لایک و سابسکرایب کانال رو یادتون نره. تا ویدیو بعدی خداحافظ. در روز کریسمس On New Year's Day در روز سال نو On a bank holiday روز تعطیل رسمی. دقت کنید کنار همشون دی داشتیم. پس تعطیلاتی که همراه با دی بیاد از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. سومین مورد از استفاده حرف اضافه آن زمانیه که ما درباره days of the week یعنی روزهای هفته میخوایم صحبت کنیم از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. مثال on Monday در دوشنبه on Friday در جمعه on Sunday evening در عصر یک شنبه on Saturday morning صبح شنبه. آخرین مورد از استفاده حرف اضافه آن زمانیه که ما میخوایم درباره days of months روزهای ماه صحبت کنیم. مثال On the 3rd of June. On the 3rd of June. سومین روز از ماه ژون. یا On the 2nd day of November. On the 2nd day of November. دومین روز از ماه نوامبر. و یه نکته و اینجا یک استثنا هم داریم میگیم on time یعنی به موقع سر وقت. مثال I arrived to work on time. I arrived to work on time. من به موقع سر کارم رسیدم. یا یه چیزی هم هستش، یه جمله‌ای هستش که بسیار کاربردیه و خیلی ازش هم میتونیم استفاده کنیم. I'm on time. من آدم وقت‌شناسی هستم. سومین حرف اضافه at که برای زمان و مکان به چیزهای جزئی خاص و دقیق اشاره میکنه. و حرف اضافه at برای زمان. اولین مورد استفادهش برای گفتن specific times یعنی زمانهای دقیق یا یک ساعت یا یک تایم خاص اشاره میکنیم از حرف اضافه at استفاده میکنیم. مثال at 10 p.m. ساعت 10 شب. at 4 o'clock ساعت 4. at lunch time وقت نهار یعنی به یک وقت و زمان خاص رو بیان میکنه و بهش اشاره میکنه. at sunset وقت غروب خورشید. at sunrise وقت طلوع خورشید. at the moment در همین لحظه. و اینها مثال هایی بود که
به یک زمان و تایم خاصی اشاره میکنه. دومین مورد برای استفاده از حرف at زمانی که ما میخوایم در مورد تعطیلات صحبت کنیم که دیگه نباید روز کلمه day در کنارش بیاد. Holidays without day، یعنی تعطیلاتی که روز کنارشون نباشه. مثال at Christmas، در کریسمس. at New Year، در سال جدید. At Christmas I like to spend time with my friends. At Christmas I like to spend time with my friends. کریسمس من دوست دارم وقتم رو با دوستان بگذرونم. خب اینها تعطیلاتی هستن که از حرف اضافه at استفاده میکنن. و یه استثنا هم داریم. کلمه night همیشه از حرف اضافه at براش استفاده میکنیم. at night، هر شب. حالا میریم سراغ حرف اضافه برای مکانها. حرف اضافه این برای مکانها دقیقاً همون معنی حرف اضافه این برای زمانها رو داره. یعنی جنرال یا کلی استفاده میشه. اولین مورد استفادهش برای countries، کشورها هستش. یعنی قبل از اسم کشورها ما باید از حرف اضافه این استفاده کنیم. مثال I am in England. I am in England. من در انگلستان هستم. He is in Egypt. He is in Egypt. اون در مصر هستش. دومین مورد استفاده حرف اضافه این برای cities، شهرها هستش که یک معنی کلی میده. مثال I stayed in Tehran. I stayed in Tehran. من در تهران ماندم. In Tehran. in شیراز. in اصفهان. پس حرف اضافه شهرها این هستش. سومین مورد استفاده از حرف اضافه این برای مکان برای neighborhoods، یعنی حومه، اطراف و محله استفاده میشه. مثال My sister live in Mehshar in Karaj. My sister live in Mehshar in Karaj. خواهرم زندگی میکنه در مهشهر کرج. پس مهشهر میشه اطراف و حومه شهر کرج. مثال دیگه We're going for a drive in the country. We're going for a drive in the country. ما برای رانندگی میریم اطراف شهر. Country میشه اطراف شهر. چهارمین مورد استفاده از حرف اضافه این برای جاهای enclosed space، یعنی فضاهای کاملا بسته استفاده میشه، مثل تاکسی و ماشین‌های شخصی. مثال in a taxi, in a car. و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، تاکسی یا ماشین شخصی که داخل این وسایل نقلیه ما میشینیم و نمیتونیم حالت ایستاده باشیم. بنابراین برای تاکسی و ماشین از حرف اضافه این استفاده میکنیم. اما قطار و اتوبوس چون میتونیم بایستیم راه بریم دیگه از حرف اضافه این استفاده نمیکنیم. پس میگیم in a taxi, in a car. و مورد آخر برای استفاده حرف اضافه این زمانیه که درباره books, newspapers، کتاب، روزنامه، مجله جمله رو می‌نویسیم یا میگیم. مثال in the Times. I read the article in the Times. I read the article in the Times. من این مقاله رو توی روزنامه تایمز خوندم. In the dictionary. I found the definition in the dictionary. I found the definition in the dictionary.
من این توضیح رو داخل دیکشنری پیدا کردم. خب بریم سراغ حرف اضافه آن برای مکان. حالا کجا ازش استفاده میکنیم؟ اولین مورد استفاده از حرف اضافه آن برای مکان زمانیه که ما درباره streets, roads, avenues، جاده، خیابون، بولوار صحبت میکنیم. از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. مثال: on ایمان استریت، در خیابون ایمان. on second avenue، در بولوار دوم. on the King's Road، در جاده کینگ. دومین مورد استفاده از حرف اضافه آن برای surfaces یعنی سطح ها استفاده میشه. مثال: on the floor، روی زمین. on the roof، روی پشت بوم. on the table، روی میز. her house is on the third floor. her house is on the third floor. خونه‌شون طبقه سومه. سومین مورد استفاده از حرف اضافه آن زمانیه که ما میخوایم درباره public transportations یعنی وسایل نقلیه عمومی صحبت کنیم. باید از حرف اضافه آن استفاده کنیم. مثال: on a train، در یک قطار. on a bus، در یک اتوبوس. on a plane، در یک هواپیما. و آخرین مورد استفاده از حرف اضافه آن زمانیه که درباره communications and media یعنی راه‌های ارتباطی و رسانه صحبت می‌کنیم. باید از حرف اضافه آن استفاده کنیم. on the TV، در تلویزیون. on the news، در اخبار. on the radio، در رادیو. on the internet، در اینترنت. و آخرین حرف اضافه مهم مکان at هستش که خیلی برای چیزهای خاص دقیق و جزئی به کار برده میشه. اولین مورد استفادهش برای addresses، برای آدرس ها که خیلی جزئی و خاص هستن استفاده میشه. مثال: at 7 ایمان استریت، در خیابون 7 ایمان. at 7 High Street، at the White House. دومین مورد استفاده از حرف اضافه at برای specific locations یعنی مکانهای خاص استفاده میشه. مثال: at the bus stop، در ایستگاه اتوبوس. at the taxi station، در ایستگاه تاکسی. I am at the bus stop. I am at the bus stop. من در ایستگاه اتوبوس هستم. at the museum. They are at the museum. They are at the museum. اونها در موزه هستن. سومین مورد استفاده از حرف اضافه at زمانی که درباره shops یعنی مغازه ها صحبت میکنیم از حرف اضافه at استفاده میکنیم. مثال: at the coffee shop، در کافه. at the bakery، در نانوایی. at the butchers، در قصابی. و چهارمین مورد از استفاده حرف اضافه at زمانیه که درباره group activities درباره یک عده و گروهی از مردم صحبت میکنیم. مثال: at a party، در یک جشن. at a concert، در یک کنسرت. at the theater، در یک تئاتر. و مورد پنجم استفاده از حرف اضافه at زمانی که ما درباره home, work and places of study یعنی خونه، کار، مکانهایی که مربوط به درس و مطالعه میشه صحبت میکنیم از حرف اضافه at استفاده میکنیم. at school، در مدرسه. at university، در دانشگاه. at work، در سر کار. at home، در خانه. و آخرین مورد استفاده از حرف اضافه at زمانی که ما درباره top, bottom and start
یعنی در مورد بالا، پایین، پایان یا شروع چیزی صحبت میکنیم از حرف اضافه at استفاده میکنیم. مثال at the end of the river انتهای رودخونه. at the top of the page بالای صفحه. at the bottom of the stairs در پایین راپله ها. خب دوستان عزیزم ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفاً اگه کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. لایک و کامنت رو فراموش نکنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.